ассалому алайкум тамошобинони азиз. ин ток-шоуи печтоби замон аст ки дар арафаи иди наврӯзи оламафрӯз таҳия мегардад. ҳамаи шумоёнро бо наврӯзи хуҷастапай табрику муборакбод менамоям. чӣ хеле ки дида истодаед, гурӯҳи кории печтоби замон имрӯз сафти сайёр дорад ва мо дар остонаи ҳавлии хона осорхонаи этнографии Эргашбойбача ки дар яке аз маҳаллаҳои қадимтарини шаҳри Хуҷанд ҷойгир гардида аст меҳмон ҳастем ва барномаи печтоби замонро дар ана ҳамин ҳавлӣ имрӯз сабт хоҳем кард. дар ин барнома мо аз таърихи наврӯз ёдовар мешавем. урфу одат, суннат ва анъанаҳои миллии хоси наврӯзро ба ҷо оварда ба ин васила ба насли ҷавон дарси ояндасозӣ, арчгузорӣ ба урфу одат ва анъанаҳои бои ниёгон, худшиносӣ, дирӯзро омӯхтаву ба оянда қадам гузоштанро талқин менамоем. инак бинандагони азиз, баҳоратон муборак, наврӯзатон хуҷаста буд ва мо барномаи печтоби замонро оғоз менамоем. кӯдакон меоянд, наврӯз шуд, баҳор омад ва муждаи баҳор бо чечак омада истодааст. фасли баҳор меояд, мана гули бо чечак. Бо чечак омад лучак, тамошо кун келинчак. Бо чечак тамошо кун келинчак. Эҳолаи хонадон, ҳарчи мехоҳӣ барор. مردم نگرید بهار میآید. مردم نگرید زیبا نگاه میآید. با ناز و کرشمه و هزار میآید. کف بکوید نزدیک ما و شما، شادانه و بالیده بهار میآید. من بهارم، من بهارم، من بهاری فیض بارم. من بهارم، من بهاری باورارم. من بهارم، من بهاری محجبینم. من بهاری نوبهارم، نوبهاری نک خواهم. نک تینر، نک سیرشتم. نوبهاری بخت خواهم، بخت آور سبزه زارم. من بهاری نازنینم، آمدم نه تنها باقی بابای دهقان را همراه آوردم. خواسته این نوروز خجسته‌پی را با مردمی بار نوروز تاجیکستانی عزیزمان را تبریک و مبارکباد نمایم. ای بهاری مسکنارا، ای بهاری سبز زیبا، ای بهار پیر و برنا، فصل کو با خود لارا. دست می‌دارم تو را، با تو گویا من جوانم، با تو گویا جاویدانم، با تو خوشبختی جهانم. از دل و از مغز جانم دست می‌دارم تو را. منم دهقان، زمین کاشانه من، میانی دشت و صحرا خانه من. چراغان میکنند دشت و دمن را، به هر محفل بود افسانه من.
بینگولی لالا بلبل بنالا باران و ژالا آمد از بهار بینگولی لالا بلبل بنالا باران و ژالا آمد از بهار روی سبزه با ناز و غمزه روان فیروزه آمد از بهار روی سبزه با ناز و غمزه روان فیروزه آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار با نغمه ای تار با گل و گلزار با بوی نگار آمد از بهار با نغمه ای تار با گل و گلزار با بوی نگار بین ابری گریان لالایی حیران عاشقی سرسان آمد از بهار بین ابری گریان لالایی حیران عاشقی سرسان آمد از بهار سبزه دمیده زیبا رقصیده گلها رویده آمد از بهار سبزه دمیده زیبا رقصیده گلها رویده آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار آمد از بهار با نغمه ای تار با گل و گلزار با بوی نگار آمد از بهار با نغمه ای تار با گل و گلزار با بوی نگار نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و جنگ برآمد مرغان چمن جمله بکردند پرواز مرغ دل من از قفس تنگ برآمد بهار آمد چمن گلپوش آمد دلی ما بچگان در جوش آمد سومنک در جوش ما کفچه زنیم دیگر را در خواب ما دفچه زنیم سومنک در جوش ما کفچه زنیم دیگر را در خواب ما دفچه زنیم سومنک این بهار است سومنک امجی بهار است شب زنده دار است نوروزی مبارک سومنک در جوش ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سومنک در جوش ما دفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم خوانی نوروزی و اون رو حتما به هفت‌سین و هفت‌چین تصور کرده نمی شود. این خب میوه های خوب واقعا هم دسترخوان رمزی است و همه آن از ریشه سین و شین عبارت است، یعنی هفت‌سین و هفت‌چین. اکنون درباره همین خب هفت‌سین و هفت‌چین برای تماشابین ما معلومات دهید. یکی از عنصرهای آراستن سفره نوروزی این هفت‌سین و هفت‌چین می باشد که هفت‌سین با حرف عربی سین سر می شود و آنها داخل می شوند. سیرپیاز، سیپند، سمبوسه، سیرکو، سیدانه، سیب، سومنک، سبزی داخل می شوند. به خانه هفت‌شین که حرفی با سر حرفش با حرف عربی شین سر می شود، شکر، شیر، شانه، شیبیت، شینی، شربت داخل می شوند. همه اینها از رمزهای خوب عبارتند. مثلا میگیریم سبز، این رمز احیای طبیعت و خرمی و سرسبزی می باشد. سومنک رمز فراوانی و برکت می باشد. شانه این رمز تازگی و به ترتیب آوردن مویها می باشد. شیر این رمزی پاکی و بیگناهی می باشد.
شمع این رمزی روشنایی به حساب می رود. شکرانه خان، اکنون شما درباره همین خب سومنک به ما کمتر معلومات میدادید کنیم. ما اینجا میسنجیم و واقعا هم ما باید باوری حاصل کنیم که امروز نسل جوان اون انعنه ها، عرف و عادت ها، سنت های ملی نیاگانمان را از خود کرده ایستادند، یعنی از تاریخ دورش هم باخبر هستند. مرحمت، درباره سومنک معلومات دهید. یکی از انعنه‌های قدیمی و سنت درینه مردم تاجیک در تجلیل عید نوروز این آماده نمودن طعام علفی بهاری سومنک یا سومالک می باشد. سومنک از دیگر طعام‌ها کاملا فرق دارد. محصولات سومنک باید از گندم سبزیده آماده کرده شود. آماده نمودن گندم برای سومنک‌پزی این خود یک مسئولیت خاص را تقاضا دارد. سومنک گندم پرمغز نوع جایداری که شیره‌اش بلند است انتخاب کرده می شود. اول آن را پاکیزه می کنند، یک چند مرتبه می شویند و یک شبانه روز در ظرف آبدار نگاه می دارند. سپس آن را برای طبق سفال ریخته هموار می کنند. بعد بالای گندم را با متای پختگی سفید می پوشانند و همه روزه سحری بر وقت برای آن آب می پاشند. هنگام نش زدن گندم آن را با کارد برای تخته می برند و حجم پاره های بریده باید 10 سانتی متر شود و آنها را کوفته با دستان پخش میکنند و شیره‌اش را میگیرند. بعد آن را به دیگ انداخته شیره‌اش را با آرد میآمیزند، یعنی آمیخته میکنند. بعد به زیر دیگ علو مانده زنها آن را با نوبت میکوبند. برای زیر دیگ نگرفتنش یعنی نچسبیدن شیره و آرد به درون دیگ 10-15 دانه چارمغز یا سنگچه میاندازند. سومنک در مدتی نکم از 12 ساعت آماده می شود به شرطی که دائما در حالت جوشیدن باشد. تاجیکان بخارا بعضا به سومنک قیام قند یا شیرینی هم آماده می کنند. سومنک باز هم شیرین تر می شود و مدتی و مهلت نگهداری آن مولتر امکان پذیر می‌کند. شکرانه بانو، همین معلومات رو شما از کجا آموخته گرفتید برای خود از خود کردید؟ کی به شما گفته داد؟ به من از بیبی جان اما در کلانم پرسان شده همه این معلومات را آفرین. اکنون خاطر ما جمع است که امروز نسل جوان واقعا هم تمام سنت های نوروزی را به جای آورده می توانند ادامه می دهند و آینده باز به نسل های من بعده به نسل های آینده آن را به میراث می گذارند. با برنامه های تلویزیونی سیمای مستقل یکم با برنامه ادامه پیچ‌تاب زمان بمانید.
бинандагони азиз, чӣ хеле ки дида истодаед, аҳли маҳалла ҳама сарҷамона имрӯз ба Наврӯзи, иди Наврӯз омодагӣ гирифта истодаанд. Дар як гӯша занҳо самбӯсаи алафин мепазанд, дар гӯшаи дигар деги сумалак ҷӯш зада истодааст ва бинед ки аллакай дегу оштони мо тайёр аст, ҳоло оши палав ҳам омода мешавад ва ман тасмим гирифтам ки дар як канор наистам ва имрӯз таоми миллии ҷавариро тайёр мекунем. Анакнун барои тайёр кардани ҷаварӣ барои мо мана чӣ хеле ки дида истодаед, мош, лӯбиё, нахӯд, ҷаварӣ кофта шуда, тоза карда шуда, хуб равған, намак, пиёз, гӯшт ва дигар маҳсулотҳо лозим аст ки дар давоми сабти ана ҳамин навори мо шумо тамошо мекунед. Алҳол омодагӣ гирифта истодаам ман. Дегу оштони ман ҳам тайёр. Ҳоло барои ман инҷо як нафар сокини ҳамин маҳалла кӯмак мекунанд ба оштон алав монда истоданд. Кани рафтем дар воқеъ инҷо барои бомазза шудани ана ҳамин таоми миллии ҷаварӣ мо илик ҳам гирифтем ки бисёр таомро боз ҳам маззаву лаззати хосаи дигар мебахшад ва дар рафти барнома албатта он меҳмононе ки имрӯз дар барномаи мо иштирок мекунанд аз ана ҳамин таоми миллии мо албатта истеъмол мекунанд ва баъдан аз онҳо маззашро мепурсем. غزلخوان گشته است در عید نوروز عالم گلستان گشته است. бинандагони азиз, имрӯз ба дараҷаи мо ба таомҳои дар баъзе маврид баъзе аз одамон ба таомҳои аврупоӣ дода шудаанд ки ҳатто дар бештари ҳолат таоми миллии худиро қариб ки фаромӯш карда истоданд. Аз ҷумла оши кичирӣ, ана ҳамин ҷаварӣ дар баъзе хонаҳо ҳатто омода ҳам намекунанд. барои ҳамин барои эҳёи ана ҳамин чи анъанаҳо аз ҷумла таоми миллӣ мо имрӯз кӯшиш кардем ки ҳамин ҷавариро тайёр кунем ва пешкаши шумо гардонем. Ва чӣ хеле ки гуфтем, самбӯсаи алафӣ низ ҳамчунин. Ҳамин ки баҳор расид, ҳатман дар ҳавлиҳои хуҷандиҳо албатта самбӯсаи алафин тайёр карда мешавад аз ҷониби кадбонаҳои хона. Тамошобинони азиз, хотиррасон мекунам ки имрӯз мо дар хона осорхонаи Эргашбойбачча ки дар яке аз маҳаллаҳои қадимтарини шаҳри Хуҷанд ки дар мавзеи панҷшанбе ҷойгир аст меҳмон ҳастем ва имрӯз ҳам меҳмону ҳам мизбон барои он ки худамон меҳмонҳоро қабул карда истодаем ва меҳмонони барномаи имрӯзаи мо аҳли маҳаллаи кумитаи маҳаллаи Ҷабборрасулов азбаски ана ҳамин хонамузей дар ҳудуди ҳамин кумитаи маҳаллаи Ҷабборрасулов ҷойгир шудааст. Мо сокинони ҳамин маҳалларо ба барномаи наврӯзии печтоби замон ҷалб кардем ва кумитаи маҳаллаи Содирхон Ҳофиз ки онам дар наздикии ана ҳамин хонамузей ҷой гирифтааст, онҳоро ҷалб кардем. раисони кумитаи маҳалла, шӯрои занҳо, аҳлу иттифоқ маҳаллаи худи сокинон бошандагонаш имрӯз дар барномаи мо омада иштирок карда ҳама сарҷамъона омодагӣ гирифта истодаанд ва намояндагон аз кумитаи маҳаллаи якуми май низ имрӯз дар барномаи мо иштирок мекунанд ва имрӯз ҳар нафар саргарми кори худ аст, ҳар нафар омодагӣ гирифта истодааст. Ҳамин ки ҷавариро ба дег андохтем, ман ҳатман бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавам ва аз рафти фаъолияти ҳар нафаре ки имрӯз дар барномаи мо ҳунари худро нишон доданӣ аст шуморо шинос мекунам. Инҷо дар барномаи мо ҳунармандони ана ҳамин маҳаллаҳои қадимаи Хуҷанд шаҳр иштирок мекунанд, зеро шаҳри Хуҷанд бо ҳунармандонаш дар ҷаҳон машҳур гардидааст. ҳатто як чизро мегӯянд ки дар Хуҷанд маҳаллаҳоро бо ҳунараш, бо ҳунармандонаш мешиносанд. Маслан мегӯянд ки маҳаллаи Тоқидӯзон, маҳаллаи Ҷомадӯзон, Масидӯзон ё Косибон ана михел бо ҳунараш шинохта шудааст.
خوش آمدید میگویم با این جشن نوروزی به ایدگاه به نوروز خوجند خوش آمدید. اکنون من بسیار میخواستم که یک دوره های جوانی خود را به خاطر آورید. من اینجا پدرانی عزیز اکثریت شمایان الکی دو دوره رو دیدگی هستید، هم زمان پیش شوروی و هم امروز رو حتی مقایسه هم کرده میتوانید. من قریب 80 ساله هستید، بعضی از شما اون نفرانی که اینجا نشستید. دوره های جوانی شما نوروز در همین محله قدیمه شهر خوجند چه خیلی جشن گرفته میشد؟ در حولی، در خانه ها، در کوچه ها نوروز رو چه خیلی جشن میگرفتید؟ خب مرحمت. دوره پیش همین ایام و خوجند شهر سری سالی میگفتن. سری سالی حساب کتابای همین حاضر زمان کدی هفتمی مرتبه تغییر می آمد. اکنون نوروز چه خیلی که میگن رسیدیم به نوروز خواه شب گردی و خواه روز، یعنی که برابر شوی شب روز میشه. اکنون محله ها و ما دور بچه بودگینده هیزیم میچیندیم، یلانگه ها و گلخانی کلام میشد. سانی همین گلخانه گیدو اطراف خوش با بازی میکردیم، رقص و بازی موسیقی میشد، همه یادریکش تبریک میکرد. اکنون این نوروز ایامی بیدار شوی طبیعت، همه حرکتی کشت و کار و دهقانی و همه کسب و کارها یک سرشوی کار میشد. برای همین هم این دورهای پیش ما سری سالی میگفتن. این سری سالی تقریبا سنه های ششم هفتم هشتم مرد به تغییر میبید. این ابو محمودی خوجندی هم کتاب بخته شما تحقیق کرده. آسیا میانو همین عادتا نوروز 21 اگر پیشواز گیرن خوجند شهر با همین هفتم با میگفتگی، 2 هفته پیشتر میگفتگی، هم 14 روز پیشتر میگفتگی. و سال شماری خداشون هم همچون سال شماری دهقانی کسبی و ها کذا بودگی هم با همین سری سالی میگفتن نوروز. اکنون همه زمستان برآمده و بهار و خودی که یک خوش قفس برآمدگی با اینکه خوشحالی میکردن، خرسندی میکردن، سرشوی کار میخیل. من خیلی سرشوی کار من این زنها چلپک پخته من این شاخهای گاو بوی میکردن، گاو کدی جفت میکردن. و من از قدیم ایام همین منزل ها همین وایبه خوجند شهر به و نوروز نقص پیشواز میگفتن. همه بعد زمستان پاییده میستاد نوروز. امروز هم همین محله و همین انانهایی که گفتید اقلا بعضی از اونها رو مشاهده میکنید مثلا در محله یا در کوچه ها. اکنون باید گفتن در کار که همین نوروز با نزدیک شدن سومالک پزی سر میشه. خانه ها سومالک میپختن. اکنون سومالک هم یک تا آیله نمیپخت. یک چند اعضای محله جمع شده همشون سرکده و پختنش و تقسیماتش هم همین خیلی بود. همون یک سومالک وای بوده، لیکن همسایه ها برآمده یادریکی صحبت میکردن، رقص و بازی میکردن، تبریک میکردن. و من همیشه گفتن در کار که نوروز برای ما این انانه های قدیمی اولادی. بله درست، تشکر. اکنون در خانه های شما در عائله شما چه خیلی پیشواز میگرفتید همین نوروز رو زمانی که شما کودک بودید؟ نوروز خیلی که من داملا گفتن این بیدار شوی طبیعت هست. پیشتر من زنها خانه های تازه میکردن، بهار برآمدیم گفته بود. من همین محله و حاضر شما گفتید که خیلی باید بود. من این محله 6 سال 7 سال پیش مستفیدا بودن، همشون همین جا نقش خوانده بودن. تلویزیون رو ما دیده بودیم. اونجا جا محمد با محمد اکوی ایشون بودن، دادرشون بودن، یا یک گله مستفیدا اباها اشکی نموندن. همینجور نقش خوانده، همون نقش های خوانده ایستاده، سجه ها بالاهای بام ایستاده، همین خیلی گشته بودن. همه های ما دیدگی از همین انانه ها همین ماندگی کنده حاضر به من. امروز هم همین فرزندان نبیره ها و همین چیز شما نقل میکنید، تلقین میکنید؟ البته ما میگن نبیره ها گفتگی میکنن. آها همین کارهای حول ها دوام داده ایستادیم، ما خانه ها دوام ایستیم، زنها فرزندان نبیره ها همشون همین یاد دادگی ما ها همین کار نوروزی دوام داده ایستادیم. البته همین
مرحمت باز کی یادآور می شود از دوره‌های کودکی خود یادآور شوید که نوروز رو چقدر پیشواز می‌گرفتید کدام سرودها بود کدام عنعنه‌ها بود که اجرا می‌کردید من شخصا خودتون هم همچون یک نفر پسرچه خردک اون زمان من می‌خواستم بگم که درباره بزرگی همین عید نوروز که ما خیلی خوب می‌دانیم که تاریخ هزار سالها دارد از شاه جمشید سر می‌شود روز از طریق تلویزیون بینم که قزاق و قرقیزها هم نوروز گفته ایستاده است نه که این محض به ملت تاجیک آریان نژاد تعلق دارد این یک افتخار ملتی ما بیهوده جناب عالی عاید جهانی گشتنی همین عید نوروز نگفتن همین افتخار ملتی ما است بگذار نوروز ما همیشه فیروز باشد و تمام آرزوهایی که در ضمیر قلبی همه ما های جامعه عمل باشد بگذار تاجیکستان ما همیشه بهار و نوروز باشه تشکر مرحمت باز کدامی از شما خاطر بمیارید دوره‌های کودکی خود را که چه خیلی نوروز را پیشواز می‌گرفتید دوره جوانی ما وقتی که نوروز میشد لالک پرانی میکردن عشق بازی میکردن در هر عائله برای که بهار ببرامدیم خانه‌های در آینه‌های میکشودن که هوای تازه خانه بهترین شود وقتی نوروز میشد هم خودی توی باین دنیا همه حوله ها محله ها همه خیلی تشکیل میکردن من همین حاضر تویی که در همین حوالی برگزار شده ایستاده است به خاطرتان آورد اون زمان رو نگاه کنید همه اهل محله سرجم همه عنعنه‌های نوروزی رو به جا آورده ایستادن که یک تاشون میگیرن سمبوسه گرم میکنیم دیگرشون آش میکنیم همین محله جمع با این بچهای یاش همین تشکیل کرده خورسندی میکنیم برای خورسندی و ببرامدیم بهار ببرامدیم وقتی کشتی کار میشد همه میدونیم که وقتی کشتی کار برامده درختان میشنونیم آوادی کرنبه اناکنون استاد امروز ما در اون حوالی قرار داریم که خب اینجا امروز علاقه خانه حوالی آثار خانه است و با نام ارگشبای بچه مشهور شده است و الحال که ما در همین مکان ثبت برنامه خود را جریان داده ایستادیم بسیار میخواستم که اولا شما خب کوتاه‌تر درباره همین صاحب همین حوالی درباره همین حوالی یادآور میشدید تشکر زیاد این خانه ارگشبای بچه میگن در محله پولارکش جایگیر است بالاتری آن گذری آخون میگن که این چهارراه است اینجا سه راه است که در نزد بازار پنجشنبه واقع است خود ارگشبای بچه یک در زمان خود کارچلان خود بودند که برای خشکمیوه هایی که اون کس از همین اطراف و شهرمان جمع کرده به روسیه میفرستادن با همون مشهور شده بودند یعنی صاحب کار بودن صاحب کاری زمان خود که خیلی و از همه مهمترین اون که در برابر صاحب کار بودن فضیلت و طبیعتی نفیس ملی داشتن که خانه خود را همین طور آوردن و این خانه به دو قسم تقسیم بود خانه درونی خانه بیرونی در اینجا پایان همین قسمت جنوب و غربی همین حوالی یک تخانه موجود است که اونجا سیزخانه آن کس بود اسبای خود را در آنجا نگاه می داشتند و از همه بارهای خود را بررسی می فرستادند حیات که سالهای شومی همون کلک کنیک بود و اون کس را با کدام سبب ها کلک میکنند به همون سیمفراپل میروند با تمام آیلشان امروز یکی از نبیرهای آن کس دیر از که حاجیش را آمده حاجی ارگشبای نبیره آن کس نامی بابای گرفتگی ما تلاش های زیاد کردیم که اینجا باقی ماند ابتداً باید قید کنم که برای باقی ماندن این خانه ساکن همین محله دکتر علم‌های تاریخ شهروند فخری شهر خوجند پروفسور نصیرجان آنچلوی تورسونوف خیلی زحمت‌های زیاد کشیدن و بعد دوره زمانه خود سال 93 این سر شده بود 1993 همین ترمیم را کردند که این ترمیمی گویا با صنعت معماری ملی تاجیک نچندان به حوالی خاص است چون که حوله دو تقسیم بودگیش گم شد یکمش و جایهای آن نیست شد من میگویم که اون کس علمان میوه های خشک خود را جمع آوری کرده به روسیه میفرستادند که اون حتی در سالهای 1935 دوام کرد این حوالی خودش
کهنه است لیکن آغاز بنای اون آخر عصر 19 ابتدای عصر 20 سالهای 1920 بناش تمام کرده چکردگی. ما تلاش‌های زیاد کردیم که همین خانه همچون صنعت معماری تاجیکستان شمالی علل خصوص شهر خوجند همچون یادگاری معماری باقی ماند. یعنی توانستیم همین رو نگاه داریم. این رو یعنی تاریخ قریب یک عصر دارد این حاله. البته. بسیار خوب. و بناهایی که در اینجا است همون یک عصر است از رو همین گاهی ترمیم کردن اون دیگر چیزها لیکن اصلش باقی مانده است. اصل خانه باقی مانده است. امروز نه اینکه شهریان ما در اینجا تجربه آموزی دانشجویان رو میگذاریم بلکه تمام خارجیان که اون راهی سیاحی رو باید اینجا تبدیل داده شود که خارجیان میخوان در همین خانه های هم عمده زندگی کنن که مردم ما چگونه زندگی میکنند که وای صندلی چیست که یکی از آرکئولوگ‌های برجسته گفتگی بود که و صندلی که شما فکر کرده برآمدن رواج آتشدان به همون شخص اول یافته هیکل باید موندن در کار که صندلی رو فکر کرده برآمده است. برای ما شما روماتیسم پای ندارید چون که انگیش نه آتش و نه پلیتکه نه بلکه با لخچه هیزمی چیوه توت بود و زردالو بود و چارمغز بود و هم درخت ها بود که و بسیار فایده آور بود. برای ما مسافران ما هم وقت سری سینه دایم کشاده بود. همون یخته میپشتن جامعه میپشتن که الان ارگش با بچه که عکسشون در اینجا هست در اینجا ما گذاشتیم. من افتخار میکنم که همین چیز را مردم شهر ما و حکومت شهر ما دستگیری کرده باقی ماندن و امروز همچون خانه آثارخانه اتنوگرافی یعنی مردمی شمالی تاجیکستان علاوه خوجند نگاه داشته شده است. تشکر سلامت باشید. تشکر. خب استاد عزیز خوش آمدید. مرحمت از کی نوروز رو مردم همچون عید جشن میگرفته شدند خصوص در حدود شهر خوجند؟ خب چون که مثلا تحقیقاتی آخرین معین کرده است تاریخ نوروز زیاده از 6000 ساله است. خب این جشنی که مثلا پیش از دین زرتشتی هم بود و در زمان زرتشتی هم بود در زمان اسلام هم هست و تا امروز هست. یک عید مردمی است جشن طبیعت است وابسته به طبیعت می باشد. اگر سنت های خوجند گیریم جشنگیری نوروز یعنی سری سال از سنه 7 مارت است. خب و همین سنه 7 مارت چی است؟ این وابسته است به خب احترام زمین به احترام کشتکار. یعنی اگر عادی کرده گوییم 14 روز پیش از نوروز مردم خوجند از قدیم روزی تیاری به کشتکار را میدیدند. یعنی همین 14 روز در تاریخ هست در شاهنامه ما هم بینیم که به همه چیزی مثلا مهم 14 روز پیش آمادگی میدیدند و همین سنتی که در شاهنامه آمده است در خوجند رعایت شده است که این هم یک عنعنه خاصی خوجندیان است. و خب نوروز بگوییم اگر در خوجند 6 روز قید میشد. 6 نوروز من استاد هم در مقالهشون گفتند 6 نوروز است. یعنی نوروز دوام 6 روز جشن یعنی از سنه های تقریبا از همین 21 تا 26 که 6 روز یعنی سری سال آمادگی به نوروز و 6 نوروز یعنی جشن 6 روز در نوروز است. خب یک چیزهایی که در همین سنت های نوروزی خوجند بود همش ارتباط همین همبستگی داشت به طبیعت که مثلا همین ماهی بریان خوردن در آغاز سال نبینید که مثلا همین طبیعتی انسان به ماهی در کار در همین شب سال مثلا ویتامین تن انسان کم بشد گفتند که ماهی خوریتون که در جشن استک در عید استک مخصوص دکان ها ماهی پزی میکردند که این هم یک عنعنه نیک است. روزی مخصوصی ماهی خوری یعنی 7 مارت است یا اینکه مثلا تا نوروز است یا اینکه از سنت های دیگری ما هر یک چیزی که در خوجند است یا اینکه در حوزه فرهنگ نوروز است فلسفه دارد معنا دارد منطق دارد. ببینید یک بازی قدیمی خوجندیان جنگ لغتک که این هم مثلا برای تربیه جسمانی جوانان موسفید کو جنگ لغتک ما نمی برآمد. خب جوان خونش در جوش است عینی خودش نشان دادن. خب محله با محله می برآمدن در چهارراهی مردم به گفته رحیم جلیل جنگ لغتک.
امروز انا همین جنگ لقطک مثلا حجت به دوباره احیا کردن هست دارد حجت به احیا کردن دارد و این قاعده هاش همراهی مثلا ورزششناسان اثری نو احیا کرده قاعده هاش نوشتن در کور است از یادداشت ها از اثرهای رحیم جلیل دیگر عالمان همین قاعده هاش برقرار کردن ممکن است. یعنی سرچشمه من نه سرچشمه است. یعنی اگر عادی کرده گوییم جنگ لقطک کرته تاجیکی است که به استفاده دست با پای حریف باید به زمین افشاند. خب از دیگر عنعنه‌های نیکی که مثلا با همایان میگفتند نقل میکردند در شب و روز سال نو نقش جنگ بین محله ها بود. یعنی این نقش خوانی یعنی خواندن نقش است. خب نقش آبی رحمت خوانده میشد از همون چشمه آبی رحمتی که امروز اگر گیریم همون میز شناسنامه‌دهی کهنه روبروی همون میگویند که یک چشمه آبی رحمت بوده است. نامش آبی رحمت. خب در سمرقند جوی آبی رحمت، در خوجند چشمه آبی رحمت از همونجا آغاز کرده. نقش هم همین نقش آبی رحمت هم آبی رحمت و نوروز نه با همین چیز سر میشد. محله ها همین نقش کدام محله خوشروی میخواند، همین سال کدام محله سرنقشی سال شد، این چیزا بین خود معین میکردن. یک چیزی مردمی بود که امروز این هم از بین رفته است. یک تکلیف دارم، بیاید همینجا اهل محله نشسته ایم. همین نقش آبی رحمت رو یک بار اجرا کنید که برای نسل جوان امروز یک درس باشد و خاطر ما اینا اونقدر که مثلا هست پورا من متنش نمیدونم آبی رحمت، اگر کدام سالا باشن مرحمت هموازی میکنن. آبی رحمت و نوروز ایامی نوبهار لاله بر خورش آمد یاری منه های تا به یاره یاره. خب این کمتر متنش غلط کردم لیکن این چیزا باید ما خوب نقش از سه قسم است. یکمش آبی رحمت است، دومش نقش کلام و نقش خورد. یعنی همین آبی رحمت باید زنده کنیم. خب از چشمه آبی رحمت تا ایدگاه مردم نقش خوانده می رفتند. یعنی همین نقش خوانی یک اگر حاضر زمان که گوییم یک راهپیمایی با خواندن نقش چه خوش می شود که امروز هم همین چیز برقرار کنیم. بسیار خوب می شد. انکتون استاد اینجا من بسیار میخواستم که خب درباره عرف و عادت و باز عنعنه و سنت هایی که بود با صحبت میکنیم اگر باشد. استاد درباره هنرمندان همین خوجند گپ میزدید، چون که هر یک محله خاصی خود یک هنرمندان خود رو هم دارد و تا امروز هم با همین هنرمندان شناخته شده است. همین درباره هنرمندان خوجند گپ میزدید. میدونید خودی این چیست؟ این برهم دادن روز کنونی است. این من چندین بارها میگویم. این روزی فرح است، روزی خرسندی است، روزی خوشنودی است، روزی آشتی است. نه مسابقه است، نه جای اول گرفتن است، نه دیگر چیز. اما اون چیزی که حاضر داملا رحیموف گفتن همه این چیزها بودن. نه برای اون که افضلیت است، برای اون که فقط نمایش است، برتری است. سرنقش پیدا میشد، نقشخوانی است و جنگ لگتک است و بسیار بازی های دیگر هم هستند. بازی های تاجیکان من یک بار همین جمع آوری کردم، نام هاش جمع آوری کردم. 18 تا نامگاه بازی های کودکانه بگم. دخترک ها از بیت گرفته همون جلغوزه رو چیکنند و هلوپی جان هلوپی سروتاشون خوانند و پسر بچه ها بجل بازی کنن، عاشق بازی، چلک بازی. یا حاضر دوره خیلی زیبای لالک پرانی و آخرین رسا ایدی سری سال به و بادبرک پرانی است. یعنی و موسیقی همون بادبرک محسوس رو و فهمیده میتونه جوان امروزه که ما آنها رو حلاوت برده گوش میکردیم و میخواهم که در برابر همین برقرار کردن رنگارنگی خاصه محل ها خوجندی و عمومی سوغدی ما باید همه محل ها رو نیز دیده توانیم، گفته توانیم و خیلی خیلی میخواستم که همون خوراک های خاصه بغیر سومالا فقط روی دسترخوان و میماندگی به صده چی بود، به نوروز چی بود، به تیرگان چی بود، به مهرگان چی بود یا که به خشوم. همون خشوم ایدی سری ساله مردم ما می بود و خشوم همون وقت گذرانده می شد که در تقویم پیشتره
12 ماه 30 روزه بود. همون آخری سال شود 5 روزش همراه میگردند. 5 روز همون با ارواح گذشتگان پیشتره هم 5 روز رو میباشتن، همون آشی سال و همون یادآوری گذشتگان خود رو میکردن. این در دوران پیشتره در خوجند پیش از سرتوی کردن آشی سال میدادن که این مضمون داشت. امروز نوروز رو ما نشان ندیم که اینطور اجرا کنید، اینطور اجرا مانید، این هست، 7 سین است، 7 شین است، 7 میم است. این دوره های گوناگون سیاسی و ایدئولوژی معین کردن. من میخوام که هر یک خاندان این نوروز را قید کردتون و چون که حاجی داملا در اینجا گفتن در عموم محله کند، در عموم رعایت کند، در عموم مسابقه دورین ناخنک به مسابقه دهه قلینه و دهه رزاق و این چیزا نیست. ما میتوانیم همسایه های هم جوار خود را دعوت کنیم انا از ازبکستان که در ناحیه ها هستند. ما اینو نمیدونیم، ما فقط همین این فلسفه نوروز اون نیست که فقط همین یک گوی شده کلیداسکوپ است. فهمو و دسترخوان قراق است. بله برای همون هر خیال شده مونده است. درست، بسیار عجایب نقل کرده ایستادید. و استاد کمتر درباره هنرمندان مثلا همین محله پولارقیش گفتیم یا منگذاری آخوند با کدام نمودی هنر است مشهور خوجند از روی تحقیقات های عالمان نظیر جان آنچیلش ترسونوف، عبدالله کنجاش، میر بابایف، مجی و غیره کذا 88 146 آخرش 155 گفتن. هر یک محله واحدی ابتدایی مأموری شهر بود که از آن 155 تا 29 تا آن در اثر نظیر جان ترسونوف تنها نام های یک هنر را داشتن که به همون هنر بود. از آن زیادتر 33 یا 39 تاش در خاطر ندارم آنها به هنرهای گوناگون مشغول بودن. امروز در نوروز آنها امروز انمون در کوچه در میدان نه، بعد اجرای بیان گفتن سرود خوانده نقش خوانده میرن. هنرمندهای دیده ایستاده هنرش محصولش آورده نشان میداد و هم ایت کردنش در کار، فروختنش در کار نه. و امروز من بعد چی درجه رستم گفته تاقیدوز است و رومالدوز است و بافنده است و رنگ و بارچه است، دوریدگر همه آهنگر زرگر است. همه آنها رو نمایش میدادند برای که من فلان استا هستم. در اونجا همه چیزها رو نمایش داده، بعد اجرای میرفتن. در استاگ بود کنی اجرای ما اجرای نیست. استاگ این امروزه حدودی کدام منطقه ایشه؟ همه پلیچ خور میگن، یعنی اونجا پسته است، طرفخانه فردوس. طرفخانه فردوس میگن. اونجا یک میدانی بود. من حاضرم یک وقتی که آمده ایستاده بودم یک پلچقوری دیدم، هم استک چیکار کردید اونجا همش خانه شده رفت گفتن. من میخوام انمی خیلی جای باشد. همون لیکوشین قید کرده است، حاکم شهر خوجند بود که فرحی زیبایی نوروز از همین عبارت است که همه سرجمانه به اجرای بروند. انا در همونجا هنرمندا محصول سال خود را نشان داده میگویند. و در آنجا مسابقه نیست که اینا جای اول گرفتن، اینا جای دوم گرفتن. این خیلی گپ نیست. همه برابر. بسیار خوب. این است. برای همون من میخوام که هر یک خاندان از کودکستان سر کرده، از خانه سر کرده، درش باز کند که انما آشعلشکان اقلا خوجند پیدا شود. من جوان همین بحث و مناظری و حاضر در اینجا نقل کردن که قرقیز ها نوروز میگن، ازبکان نوروز میگن، آذربایجانی هم نوروز میگن، قزاقا نوروز میگن. وای آمیزش فرهنگ ها است، فرهنگی خلق مقیم نشین و خلق بدوی. ما ذبح چاروا میکنیم می قربان گفته یا ایدی سری و آش سال گفته و چی ذبح چاروا از ما به ما ترک زبان ها، عرب ها و مغول ها وارد شد. که امروز ما این حوزه اسلام به برای همین این هنرمند باید در همین نوروز صنعتی والای هنری خود را نمایش داد. آفرین، تشکر استاد، تشکر. و آخران همون سرودی که در عرفه همین سال نو میخواندن و سال نو مبارک باشده بود نقارتش. خب اناکنون همون خاطر بیارید. از سنه 7 مارت آغاز کرده تا تمام شدن نوروز زنها سرودی سال نو مبارک باشده میخواندن که این یک سرودی هم اجتماعی است، هم حیات اجتماعی میفهماند، هم یک سرودی حجوی و خندزا هست. خیلی مثلا میگویند که خب
این میخنده تربتراش وای میخنده تربتراش کلینو قاینا روتراش سال نو میرک باشده یعنی همین این که اصلا این از طرف زنها در بالاهای بام نشسته اجرا میکردن همه حیات هر روزی زندگی مردم انعکاس میکرد میسونو تو که نه همین روز چی خیلی است خب ایسینی دریا غیز بیزک اوسونی دریا غیز بیزک دخترچه ها ترمیزک سال نو میرک باشه ایسینی دریا عربه ایسینی دریا عربه میانی دریا جذبه جذبه ها آب شد میرزا نعمت یافت شد نه این چیزا همین حیات همین روزی خلق نشان میداد و امروز اقلا همین در شب روزی نوروز همین سرودی سال نو میرک باشه خونده مردم به هم دیگر گویند بگذار مصرهای نو زم شود چونکه در سالهای گورباچوفی مثلا همین سال نو به کمتر مصرها زم شده بود خب این طرفانده باسازی همه از خود ناراضی سال نو میرک باشه هم گفتگی بودن این در سالهای گورباچوف نه باسازی گورباچوف به هر دور زمان ایجاد میکنه خود مردم ایجاد کردن در کار این چیزا که هستند در بین خلق بسیار ظریفا هستند سخنرانای خلقی هستند یا اینکه میگویند که این خواننده خاکپرتا و خواننده خاکپرتا خوب کلین های شاخپرتا سال نو میرک باشه دیگه این هم یک و خواننده سنگچه کلین خینا ستنگچه میرک باشه دیگه نه همین همشه میگفتند سال نو میرک باشه دیگه گفته یک باوازی بلند مرغلات میگفتند بله بله تشکر زیاد پدرانی عزیز برای این صحبتی بسیار گرم و صمیمی برای آنکه واقعا هم امروز باز ما از دیروز یادآور شدیم امروزی با امروزی خب واقعی نگاه کردیم برای آینده سازی تکلیف و پیشنهادهای خود را هم گفتیم تشکر سپاسی به پایان در این کنج حولی ارگشبای بچه دیگه ایدانه ما جوش زده ایستاده است دیگه جوری می جوشد آشی پلاو قریب که تیار می شود و درباره همین خصوصیت حتی ریزه کردن سبزی هم بالای تختچه من بسیار میخواستم که با استادان با عالمان ورزیده در جایش صحبت کنیم الحال تشکر خب برنامه ما برنامه نوروزی پیچتاب زمان ادامه دارد در معرکه هایی که در شهر خوجند میشد سبزی معرکه رو حتما مردم پاره میکردن برای چی مردم؟ برای آنکه در آنجا خیلی سبزی بسیار برخی بسیار رو برای یکشان خلطه یکشان لینگه میشد بنابراین کدام معرکه سرتوی از مراسم دفن است کلون داماد است اون رو مردها پاره کرده میدونن و در سری دیگه هم خودی مردها میستن صنعتی بلندی سبزی پاره کنی از جوان ها سر میشه چیکار میکردن اونها باید سبزی رو اول شده تازه کرده دهن بعد قسمی جوان ها میشستن اونها باید پستی سبزی رو کنن نسبت ان سالشون کلان 20 ساله و از اون زیاد پاره کردنی سبزی و هر یک شخصی که سبزی رو پاره کرده میتوانست و کارد خود رو داشت و در دوران شوروی که کارد بسیار شد همه از مغازه رفته همین مغازین رفته کارت های ارزان 35 تین 40 تین بود گرفته اون رو با چرخشی تست کرده آورده میمونده لیکن من نظر میدانم که همه موسفیدا بودن همشون با غلاف کارد خود رو داشتن و نه اینکه در روی تختچه بلکه با دست سبزی پاره کنن صنعتی بلندترین که از تختچه دیده زورتر خیلی حاضر این کارد من نیست به هر حال یک بار نشان میبینم لیکن من ممکن گم کرده توانم گم کنم نمیتونم احتیاط شدید که دست را نبرید شما هم یعنی کودو تختچه خود رو دارید یا به تختچه باشد هم کودی خود رو دارید؟ نه حتما من همه اتریبوت هایی که برای سبزی پاره کنی هست سنگ قیراق هست برای تست کردن کون قیراق هست همه اون رو دارم که خانه رو چرخ میکنم پاره کردم خیلی حال من کلان شده مرکب کمتر پاره کردم یک آوازش هم بسیار یک چخانی تیزی عجایبه این تختچه نه این فنرچه و تختچه دیگر میشه این تختچه این زمان نو برآمد تختچه معاصر هست که حاضر همشه به ما تیار آورده میدن همون
тахтача ҳам аз дарахти шояд зардолу тайёр мешавад. عادتا همین درخت‌های سخت تیار میکنند برای اون که یک طرفش به آن اگر میوه‌جات سبزیجات پاره کنند طرف دیگرش به گوشت پاره میکنند که روغنین میشود. برای اون تختچه‌ها بیشتر پایدار بی پایه یا غفستر میکردند که برای چی من این تختچه فنرچه گفتم وقتی که سبزی پاره میکنید وقتا میز نبود روی دسترخوان میکردن دستتون وقتی که میرید سبزی پاره نمیشود کارت بالا میماند بنابراین این رو به ما کلانسالان فهمانده داده بودن که این آبروی همون محله‌ای که شما چخیل در مرکا سبزی رو پاره کردید امروز جوانان حتما باید آموزند صنعتی ریزه کردن بخیرا من حیات میبینم که در چایخانه ها آش را میفرمایند لیکن یگان تا آنها رفته در آنجا مصلحت کرده صحبت کرده پیاز تازه کردن و پاره کردن و دنبه برده کمتر جزه کرده بالاش به پیاز پاره کرده نمک پاشیدن و یک برده نانگری خورده صحبت های پرابلم مسئله اویلوی مسئله کاری مسئله محل این روزا رو محاکمه نمیکنن میرن آشی تیار میخورن یک صحبتی کوتاه میکنن خیلی ممکن این زمان معاصر باشد لیکن من میخوام که همین لحظه ها چایخانه حقانی شهر خوجند باشد مثل در خشاف شد در سری بلندی شد اینکه چایخانه ها باشد که اهالی محله برآمده کنند. بینندگان عزیز برنامه نوروزی پێچتۆڤی زمان ادامه دارد و الحال من نزدیک دیگی نشالازنی آمدم که صاحب هنر استای ماهر میررحیم حسینبوی هستند که زیاده از 40 سال اینجانب همین هنرهای هنری ملی را هنری اجدادیشان را ادامه داده ایستادند اجدادانشان را ادامه داده ایستادند این هنر را این استا از پدرشان آموخته امروز عائلوی همین هنری نشالازنی را ادامه داده ایستادند. خب من با برنامه ما خوش آمدید و اکنون درباره همین طرز تیار کردن نشالا برای ما معلومات دهید. نشالا تیار شدنش از اول این بیخی نشالا میگویند از کوههای همین خدا ما دسترس کرده میشود ما این را گرفته خوش کرده جوشانده آبش که تیار شد آبش رو گرفته همین با دیگ انداخته شته میزنیم وقتی شته زدن همین köpük میگوییم همین تیز بسیار میشد من کفکش بلند شده ایستاده است بعد از این با این همراه میشد تخم سفیدش فقط تخم سفیدش همراه میکنیم این سفیدی نشالای با بهتر میگرداند بعد از وی شکر قیام کرده قیام مربا میگوییم قیام کرده به این همراه میکنیم همراه کرده این آمیخته میکنیم بعد از همین نشالا تیار میشه. بسیار خوب. اکنون استا یک مدت همین نشالازنی یا استعمال نشالا هم قریب که از بین رفته بود. شما هم دوام فعالیت 40 ساله خود باری هم تنفس شده است در همین هنری شما در نشالازنی یا به تنفس شما ادامه داده ایستاده اید؟ حاضر ما این هنر ما به تنفس ادامه داده ایستاده ایم. وقتی که همین موبایلی همین زیوه نشالا از بین رفتگیش ما اینا نه پرافتگی ما نه این نشالا خانواده آدما و مهمان و لازم و توی به همه وقت دکور شده ایستاده بود با همین به نشالا دستخوان احساس می‌کردن حتی دوره‌های پیش وقتی که توی میشد نشالا جنگ هم می‌کردن میدونید شما البته ما همراهی پدرم گویم اگر هم استاد ما هم پدرم استاد می‌جان نشالاچی نام برآوردگی گذشته زمانند ما همه پیران میشناسند همین نشالازنی و اگر وقتی که توی به میرفتیم اونها ما تکلیف میکردن به همین نشالا توی نمیگذشت همه توی ها به نشالا نمیگذشت هم سر تویی هم مثال تویی عروسی همش ما رفته اشتراک میکردیم همین نشالا امروز هم شیرینی سیر خریدار است البته من با فیضی و آمده ایستاده است ماهی شریف رمضان آمده ایستاده است مردم به نشالا تصور دستخورشون به نشالا تصور که نمیتونن به نشالا افطار نمیکنن همین تیز ما و راست شدگی در محله شما رو عائله شما رو انیخترش همچون نشالا چی میشناسند و نام میگیرن البته ما همین در محله ما همه میشناسیم ما 8 فرزند هستیم 8 فرزند همه ما همین هنری میتونیم حاضر ما کرده استادیم ما خودمون حسن حسین کلینما فاطمه زورم نامم برامدگی نشالاچی ها همین
هر یک آدمایی که از رایون میبیان آنها ما درخواست که میبیان درخواست که آمده این مینه اما گرفته میرن نشالله یعنی حولی و سیمبوی نشالله چی کجا گفته میپرسند و این شما را اصلا چی نمیکند ولی خاطر شما نمیشود نه البته خرسند هم میشید البته خرسند میشید با هنرتان مشهور شما رحمت همین خیلی این قسمت حولی ارگشبای بچه راسته هنرمندان است و یکی از هنرهای ملی مردمی که اینجا به نمایش گذاشته شده است اسباب‌های موسیقی است که با دستان استاهای چیره دست خوجندی ساخته شده است و یگان توی معرکه‌های ما به همین اسباب موسیقی نمی‌گذرد، به سرود به آهنگ نمی‌گذرد و از همین خب تاریخ تولید همین اسباب‌های موسیقی من بسیار می‌خواستم که با خود استا صحبت کنیم. خب مرحمت شما از کی آموختید همین هنر رو؟ این اسباب‌های موسیقی ملی را ما از برادرم کمتون هنرشون بود احمد استادی می‌کردن سالی کمتون دستان راست شده بود که در محله تک کلان توی جا هست و نمی‌دونم موزیکال سیخ پداشته بود سالهای 71 خنده من بعد خدمت حربی همونجا حق شاگرد کار دارم سیکیم کارا یاد گرفتم اونجا همه خیلی کار بود که همه به طور دستی میشد اسباب موسیقی این درخت‌های میوه‌دار میشه درخت هم تو واقعا نمیشه و خانه پنیرا اومدم همونجا همین کار برای همین کار و کمشون نبرفتنش همونجا کروژاک شده همین اسباب موسیقی مایدش بچه‌ها ساختن من یاد دادم چند سال این شاگردانی زیاد دارید زیاد شاگردان بسیار داشتم من تو بدین خیلی تاریخ‌ها اشتراک مدال گرفتم اکنون همین گفتیم که خب تنش از درخت زردالو تیار میشد پوستش چی از پوست چی این گرامش می این تامل میزان این تنبور این درخت توت میشه این تنها از درخت توت ساخته شده همش توت میشه این دستش چموق میشه این قسمش دیگه برای چی برای اینکه این یالق ساختن ممکن نه این قسمش این چوبش دیگه این چوبش دیگه سونی پایواز کرده همین یالق خیلی من 14 تا پادشاهی بعد 14 تا یعنی این آوازت نه تنبور تنی آدم میبره این آوازش گویا اینش تور اینش رباب همش آواز هرخی رباب افغانی هست تور هست تبلک هست این رباب بدخشانی میگن ما افغانی میگن که بدخشانی میگن اینا هم ساخته میسازه همین پوستش از پوست چی من همین توری که اینجا استفاده من این تور پوست دیلیک پرده گل شما گرفتم قصابه همون ابرابط کرده میکنیم من اینش پوست ماهی دوره پوست گوساله میشه این ها خود پرده آتش میسازه آتش میسازه این دیگر است من این پوست ماهی که ها خریداری میکنن تنها صنعتکاران همین اسباب‌های موسیقی که میسازه اسباب‌های موسیقی میگفت که ها اصلا مکتب‌های موسیقی کالج صنعت دیوار خدا همجوری میخونن سال بعد نامسته بود شب و قصه فرهنگ خودتون هم اجرا کرده میتونید نواخته میتونید نه من چون ما یک سیخ بود همون به شکل همون تو نواخته میتونیم تنها تیار میکنید شما اندازه شایمون اندازه همش میذارم سوی موزیکانت هم میمونه مشق کرده خب میبینه و از نظارت اگر از امتحان گذرد بعد و دیگر مکتب‌های صنعتی کالج تحصیل میشود همین همیشه مانند ویام‌های مخصوص آدم‌ها عمده من همیشه سازمونه
من حاضر این دایره شد بسیار مساخت است. بسیار خوب. حاضر خانم ما سیخ سازم. همه باید سیخ مردی همینجور بچه. دایره رو هم زدن نمیتونه. دایره هم میزنم. کنی یک زنی داخل. دایره برای بچه‌ها. شما چند سال باز خوراک‌دوزی میکنید؟ من همین دوری جوانیم خوراک‌دوزی میکنم. از کی آموختی؟ از مادرم، رحمتی مادرم خوراک‌دوز بودم. از اونو یاد گرفته تو همین وقت میدوزم. این حاضر دسترخوان دوخته ایستاده؟ دسترخوان دوخته دسترخوان. همین دسترخوان شما خریدار دارد یا شما فقط تحفه میکنید؟ تحفه میکنم هم. بسیارتر تحفه میکنید. باز چه هم میدوزید از خوراک؟ با دیگ پوشک میدوزم. دیگ قاپک میدوزم. هر چه میخوای خوراک باشه دوخته میشینم. کرپچه ها هم میدوزید؟ کرپچه ها هم میدوزم برای مایده ها. بولیش. همین هنر خود را با یگان نفر دخترتان یا نبیرتان آموزندگی هستید؟ ها با کلینم با دخترم آموزندگی. دوام دهنده ما. آفرین. من عطیه سناور خان ساکنی مقیمی صادرخان حافظ. میخوای از مادر کلونم از جوانی ما رومال دوزی بدیم. رومال میدوختیم. این رومال ما همه وقت تو همین جاقه هست. مادر کلونم مادری خودم. دختر ما یک میدوزد نرمندی وقته میدوزیم این همه توی به همه جا در کار ما وقت رومال های دامادی هم میدوزی؟ ها دامادی میدوزی و قیمت رو میدوزی این نشه نامش؟ شاهی گویل است و قرقه رومال دامادی شاهی پشتی بود توی پسر رو میدوختی توی پسر چه خدمت توی شود البته رومال شاهی پشتی بود حاضر هم میدوزید؟ ها میدوزم حاضر و همین گل های همین رومال های دخته ایستاده شما یکان مضمون معنی دارد؟ رنگش هر رنگ مضمونی خوشبختی گل میپرتاییم گلش هم با هم خوشبختی نیتی نیک کری میدوزیم اوش سفیدی همش راهی سفید بسیار خوب اکنون همین من هم از همین اوان خردسالی در خاطر دارم که به حوالی ما هم نزدی ما در کلانم همسایه زنها می آمدند هم و هنرمند یک نفر رویمال خود را می آورد دیگر نفر باز یگان هنرهای خود را مثلا کرپغلیفه می کردند و دیگر آنها آمده نشسته هنرهای خود را خب اجرا کرده می نشستند امروز هم همین خیلی انانه ها هست انانه ها هست وقتی یاشمان مایم دخترها هم سینفاغو می شدین اول جهر می دوختن تپی می دوختن جهر که تکشی هم خودمون می بافتیم دو کانچه مانده حاضرم اکن کناسالا اگر خونشیم که کارمایی می کنیم هنر گلدوزی و سوزنی دوزی رو به من مادرم آموخته بودن این زیبایی پرستی رنگ ها رو به جا آوردن رو بیبی هم بسیارتر هنرمندی جوهای بودن اصیل بودن چیره دست بودن حاضر ما با دستگاه های پاپ را میگن بعدا در خوجندی ما یورمه میگن یورمه دوزی را در خونه همین کرده ایستادم کار کرده ایستادم محصول کارمانده رو من مرکزی هنرمنده و پیشنهاد میکنیم گالری داریم در آنجا این حاضر سوزنی هستن؟ سوزنی هستن این کاری من میدونم که شما کاری دستی هم اجرا میکنید اما اینجا حاضر با توسط تجهیزات یعنی ماشین تجهیزاتی یورمه دوزی این رو ما گلدوزی کردیم کدامش سر خریدارتر یورمه دوزی که با ماشین یورمه دوزی اجرا شده است یا اینکه دستی دوزی؟ بسیارتر کنم حاضر از تجربه خودم میگم دستی دوزی رو خریداری میکنن در پایتخت کن خیلی این پوپره رو اساساً در همین چکن ها بسیار خریداری میکنن خیلی سوزنی هاش هم هست کنم ما بسیارتر همین چکن رو استفاده میبریم مادران عزیز امروز این برنامه ما برنامه ایدانه است برنامه نوروزی پیچتابی زمان است و البته من باری دیگر همه شما رو خوش آمدید میگویم اکنون یک سوال عمومی دارم همه دوره های کودکی خود را البته در خاطر شما داریدن همین زمان جوانی خود شما یا خودتان یا از مادران میشنیدید یک سرود بسیار عجیب خلقی بود که سال نو مبارک باشده گویان بعد جنبست میشد در گوشه دیگر وقتی ما با موسیقیدان محله صحبت کردیم آنها گفتند که به خصوص کارشناس ما گفتند که وقتی عید سری سالی میشد بهار آمد سری سالی خب نوروز
занҳо асосан болои бом баромада ҳамин сурудро иҷро мекарданд. Акнун мо ҳам дар баландӣ нишастем. ҳамин сурудро биёед ҳамроҳ иҷро мекунем, мехонем. Сени дарё араба, сени дарё араба, миёни дарё ҷазаба, ҷазабаҳо об шуд, мизонемат ёб шуд, мизонемати хосагӣ, себи сурхи лолагӣ, себа ёфту гӯй накард, о чашмуту гӯр накард. Яздек ошадам накард, соли нав мурак бошаде, соли нав мурак бошаде. Rahmat, teşekkür. Dayro sanca, esini dayro sanca, in vaqtangi duxtaro, boshat hamisha sattanca. Aferin. Dayro sangi kalon. Ösini dayro sangi kalon. این وقتانگی پسر ها همشون دهن کلون. барномае ки имрӯз мо дар ин ҳавли эркашбойбача сабт карда истодем аз оғози ҳамин барномаи печтоби замони наврӯзӣ то ин дам шумо ҳамин расмро кашидед ва ин расме ки алҳол ҳамин хуб амале ки дар ин ҳавлӣ иҷро шуда истодааст дар рӯи коғаз инъикос намудед. Хуб пеш аз ҳама худро шинос кунед ва баъдан мегуфтед ки барои чи ана ҳамин гӯшаи ҳавлиро интихоб кардед барои кашидан. Ман Тухтаев Марҷон дар мактаби лоиқ шеърилӣ 4 сол боз мешавад ки расм мекашам. Ман якунҷи хона музейро кашидам. Бори аввал. Бори аввал. Дар инҷо ман бо 3 акварел ранг кардам. ҳамин қисмате ки дегу оштон инҷо оштон истодаасту хӯрок таомҳои миллӣ пухта истодааст, ана ҳамин қисматро интихоб кардед махсус. Чаро? барои расм кашид ба шумо мақул шуд? Ба ман мақул шуд. Онҷо хеле расми зебо мебиромад. Барои ҳаминҷаро интихоб кардам. Бисёр хуб. Оянда нақшаи шумо чӣ хел баъди хат? Дар оянда муҳандис мешавам. Офарин. Ташаккур. من محمدجان مصورخان می باشم. خواننده یکمی مکتب به نام لایق شیرلی می باشم. امروز در این خانه موزه‌ای که جشن نوروز را پیشواز میگیریم من این رسم را کشیدم به اینجا نگریسته. به من این منظر خیلی شوق‌آور یعنی دقت شما رو انا همین موضع قدیمه یک کنج همین حولی قدیمه دقت شما رو به خود جلب کرد. مصور خان نامتونم با همین کسبی که انتخاب میکنید آینده شاید همین کسب و کاری شما میشود بسیار توامست موافق است. مصوره اینجا دیگه نشالو گذاشته شده است اما ما اون رو واقعا هم دیرتر گذاشتیم لیکن شما در رسم یک نفر خود نفری که در دست اسباب موسیقی رباب دارد نواخته ایستاده است صنعتکار رو کشیدید. این تخیلات شما؟ بله این تخیلات خودم از کجا پیدا شد به سر شما؟ میخواستم این منظر را کمی زنده تر نمایم و یک آدم را کشیدم که اون کس صنعتکار هستند رباب نواخته ایستادند و از بس که این برنامه ایدانه است نوروز است عید است و حتما اینجا صنعتکار بسیار یک در جای موافق و قلم داده شده است. با شما موفقیت میخواهم. تشکر.
بینندگان عزیز برنامه نوروزی پیچتاب زمان ادامه دارد. خیلی که خود شما شاهد کردید سومنک هم پخت، نیشالو هم زده شد، طعام‌های ملی هم تیار شد. همه خب قریب همه عنعنه‌های نوروزی را ما سنت‌های نوروزی را عرف و عادت‌های نوروزی را به جا آوردیم. اکنون این محله توی دارد، حولی تیار، عروس آمده ایستاده است، عروس بیاران و انا نگاه کنید صدای یار یار هم آمد. عروس را به حولی می‌داریم. نگاره خواننده صنف 4 مکتب صنعتی به نام لایق شیرالی می باشم. سبب این رسم را تصویر نمودنی من در این است که به من این منظره خیلی پسند آمد. بنابراین من به خلاصه آمدم که این دختر را با زیبایی های منظره تصویر نمایم. انا همین رسم جوانزن یا خود دخترکی که اینجا کشیده شده است، شما از اون اشتراکچیانی که در برنامه ما دخترکان زیبا الهام گرفته کشیدید یا این علاقه فانتزی شما تخیلات شما است؟ بله من الهام گرفته کشیدم. عروس آمد، به حولی در آمد، زندگیش مثل افسانه و اکنون ما میبینیم که بعد 9 ماه و 9 روز خداوند طفلکی را عطا کرد و آیا این مادر جوان الله خوانده میتوانسته باشد؟ میبینیم. الله گویم جگر بندم خوابت برد الله الله گویم جگر بندم خوابت برد الله تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله در چشم من شکفته ای چون شاخ گلم الله یا نهالی تا زپیوندم خوابت برد الله دل با دل تو می بندم خوابت برد الله 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 یا اینجا رسیدیم به فرجام برنامه نوروزی پیچتاب زمان و رمز هم میگویم که در این حوالی صلح و امانی، آسایشتگی، زندگی با آرام با مرام خود جاری است، حکم فرما است و ما از این خرسند هستیم. طفلک ما کلان می شود، محله توی دارد، توی نوروزی، خانه خانه، عائله عائله، کوچه کوچه، محله به محله همه نوروزی دارند. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. و در فرجام برنامه با همه آنهایی که در تهیه برنامه امروزه ما سهمی باسازای خود را گذاشتند اظهار سپاس می نماییم. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید و با برنامه های ادانه سیمای مستقل یکم بمانید.